حقیقت همیشه اون چیزی نیست که ما فکرشو میکنیم. آماده ای تا چند تا از ترسناک ترین رازهای طبیعت رو با هم کشف کنیم؟ تو عصر ما ببرها و گرگ‌ها شکارچیان وحشی محسوب میشن، اما اگه بدونی یه زمانی هیولاهای روی زمین پرسه میزدن که ببرها در برابرشون مثل یه گربه خونگی بودن، اون وقت چی؟ یا موجوداتی که قدرتشون حتی امروز هم غیر قابل تصوره. آماده باش، چون قراره در مورد شکارچیان بیرحمی صحبت کنیم که تاریخ فراموششون کرده، اما واقعا چرا از روی زمین محو شدن؟ شماره 1 ببر تاسمانی، ملقب به شکارچی مرموز استرالیایی. یک گونه منقرض شده از گوشتخوارای کیسه‌دار بود که به طور خاص در جزیره‌های تاسمانی و گینه نو زندگی می‌کرد. ببر تاسمانی یه شکارچی فوق‌العاده خطرناک بوده به خاطر فک قوی و دندونای بسیار تیزش. همینطور جالبه بدونی شکارهای کوچیکی مثل کانگوروها، موشها و پرنده‌ها جزو شکارهای مورد علاقه‌اش بوده. در قرن 19 به دلیل شکارهای بی‌رویه توسط انسان‌ها و از دست رفتن زیستگاه طبیعیش به شدت کاهش پیدا میکنه و آخرین ببر تاسمانی در باغ وحش هوبارت جان خودش رو از دست میده و پس از اون این حیوان به طور رسمی منقرض میشه. یه عده از مردم هستن که هنوز به وجود این حیوان مرموز در مناطق دورافتاده باور دارن. گزارش‌هایی هم از مشاهدهش در سالهای اخیر وجود داشته. باورت نمیشه اگه بگم دومی شکارچیه که لقبش سلطان خزندگان منقرض شده است، یعنی مار تایتانوبا. یه لحظه چشماتو ببند و به این تصور کن که داری توی جنگل تاریک قدم میزنی، به یه ماری برخورد میکنی که بیش از 15 متر طول داره. چه حسی پیدا میکنی؟ تایتانوبا بزرگترین مار تاریخ بوده که بیش از 60 میلیون سال پیش توی جنگل‌های گرمسیری زندگی میکرده. این مار میتونسته کروکودیل‌ها و خیلی از حیوانات دیگر رو به طور درسته قورت بده. با یه فشار بیرحمانه هم هر موجود زنده‌ای رو از پا در می آورده. دانشمندا بقایای این مار رو توی کلمبیا کشف کردن و معتقدن اگه این موجود امروزه روی زمین بود میتونست خیلی مشکلات بزرگی رو برای آدم‌ها به وجود بیاره. وقتشه بریم سراغ یه شکارچی که فکر نکنم باور کنید یه زمان وجود داشته. شیر آمریکایی، ملقب به غول بیابان‌های عصر یخبندان. حتی شیرای آفریقایی هم حریفش نمی‌شدن، چون یکی از بزرگترین شیرای تاریخ با بیش از 400 کیلوگرم وزن بود. از آلاسکا تا مکزیک زیستگاه این قاتل مرموز بوده و قابلیت شکار گوزن‌ها و ماموت‌های غول‌پیکر را داشته. شیر آمریکایی حتی از شیرهای امروزی هم وحشی‌تر بوده. شاید واسط سوال پیش بیاد یه همچین شیره با عظمتی چجوری میتونه منقرض بشه؟ انقراض این شیر مرموز به دلیل تغییرات آب و هوایی و رقابت با انسان‌ها رخ میده و حدود 10,000 سال پیش با پایان دوره عصر یخبندان منقرض میشه. اما شیر آمریکایی ترسناکترین شکارچی منقرض شده نیست. شکارچی بعدی یکی از ترسناکترین شکارچیان دوره عصر یخبندانه که شاید اسمش به گوشت خورده باشه یا اونو توی فیلم‌ها دیده باشی. اسمایلودون، ملقب به ببر دندان خنجری. وقتی حرف از شکارچیان عصر یخبندان میشه اسمایلودون حرف اولو میزنه، چون یه گربه‌سان ترسناک بود که طول دندوناش به 18 سانتی متر هم میرسید، یعنی میتونه ضخیم‌ترین پوستا رو پاره کنه. اسمایلودون بین 200 تا 300 کیلوگرم وزن داشته، ولی برای شکار بیشتر قدرت دندوناش بهش کمک میکرده تا هر موجود زنده‌ای رو از پا در بیاره. اسمایلودون هم 10,000 سال پیش با پایان دوره عصر یخبندان منقرض میشه، ولی دندونای این شکارچی مرموز هنوزم به عنوان نماد بیرحمی طبیعته.
حالا که تا اینجای ویدیو همراه ما بودی، یه سوال خیلی مهم ازت دارم. اگه هر کدوم از این شکارچیای بیرحم امروز زنده بودن، چه تأثیر روی حیات وحشی میذاشتن؟ نظر جالب تو واسه ما کامنت کن و بگو دوست داری در مورد کدوم یکی از این حیوونا بیشتر بدونی. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره، چون قراره تو ویدیوهای بعدی در مورد موضوعاتی حرف بزنیم که شاید ذهنیتتو تغییر بده.